سلام عزیزای دل، انشالله که صحت و عافیت داشته باشین. در این ویدیو در مورد انالایزیشن مارکت، چه قسم مارکت را انالایز بکنیم براتون معلومات مختصر میتونم براتون و از شما میخوایم تا از اول ویدیو تا آخر ویدیو خوب سعید با دقت و تمرکز ویدیو را ببینین. میریم طرف انالایزیشن مارکت. از منتلی شروع میکنیم. ای که وقت شما ترید میکنین باید بفهمین چی چیز را ترید میکنین، چی دارایی را ترید میکنین، چی پیر را ترید میکنین. 100 تا دارایی را ترید نکنین، 100 تا پیر را ترید نکنین. یک دانه را انتخاب بکنین با دقت، با تمرکز، اونمو یک دانه را ترید بکنین. شما 100 دانه را ترید میکنین ولی یک دانه را مستر نشدین، استاد نشدین دو چی است، کدام پیر است، این دارایی در کجا بالا میره، کجا پایین میره، کجا مارکت میکرها را بالا میبره، نظر به اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان این پیر چی میشه آخرش. شما این را خوب صحیح دنبال بکنین که یک پیر را انتخاب بکنین، اونمو پیر را ترید بکنین، ماستر شوین، از اون مفاد به دست بیارین. این مهمتر است. درست است؟ حالا ما در گلد هستم، در طلا. ببینین از منتلی شروع میکنیم. در منتلی که میبینین دیجا در منتلی یک دو جیگه پایین زده ماه دسامبر. باز جنوری چی شده؟ یک کندل بسیار قوی بالا بوده دیجا، یک کندل بسیار قوی بالا بوده که تا به امروز را ادامه داره. منتلی تا حالا خلاص نشده. منتلی چی از بای است؟ از خاطر چی کندل بالا شده؟ قسم بالا آمد یکدم. اینا ما براتون میگم از خاطر چی است. تا سال 2025 کندل دسامبر خلاص شد در قیمت 4314. یک سال مکملی چی بوده؟ این کندل بازار طلا یک سال مکمل بای بوده. میبینین؟ یک سال مکمل بای بوده. پس این کندل جنوری هم بیجا بالا نرفته. مارکت میکرها باعث شدن که ایره بالا ببرن. درست است؟ قیمت بالا ببرن. نظر به اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان در منتلی هم ما چی هستیم؟ بای است. مارکت میکرها، بانک ها اینا را بای کردن، در بای بردن، اینا را بای بالا بردن. درست؟ تا اینجا را خو انشالله دیگه فهمیدین. ما یک سپورت ویکلی در این منطقه داریم. منطقه 4530 تا 4500 مثل چپه گفتم 4510 الی 4550 400 پپ ما یک منطقه سپورت داریم. دیگه هم اینی منطقه هم سپورتیات میشه و تا حال فعلا را ما کدام سپورت دیگه ویکلی نداریم. پس میریم طرف دیلی. دیگه در دیلی چی هسته؟ در دیلی میبینین که اینی فضایی را که ما در اینجا تا نوز بای گرفته ایم، یک روز دو روز سه روز، این اونمو کندل چی هسته؟ اونمو اینی کندل های هفته قبلی است. اینا یکی دو سه چار پنج اینا کندل هفته قبلی است و این امروز کندل امروزی می باشه که بانک ها یاره بای کرده تا این قسمت را. تا این حد را ما فهمیدیم. درست؟ این کندل های را که شما در اینجا می بینین، صبر کنین میره طرف کنیم، یه ممروی ما زد میکنه فعلا. خب این کندل های را که شما در اینجا می بینین، این 4 5 کندل این از هفته قبلی است. چون شدت بای زیاد بود امروز هم بای رفتن. درست است؟ امروز هم چی شده؟ بای رفته. در دیلی هم تا حدی که تا وقتی که ما کدام سپورت نداریم در تایم فریم پایین یا در تایم فریم دیلی ما در بای نمیریم. میایم در تایم فریم 4 ساعته. در 4 ساعته چی موضوع است؟ 4 ساعته را ببینید. در 4 ساعته این قسم یک وضعیت است. ببینید این از هفته گذشته است، از روزهای گذشته، این هم از امروز است که بالا رفته. مارکت بس پایین اومده باز بالا رفته. درست است؟ دیگه شما در 4 ساعته هم تا وقتی کدام سپورت ندارین وارد معامله نمیشین. اینجا سپورت کدام نقطه است؟ این اون نقطه است. ببینید سپورت این نقطه است. در اینجا که بر ما نشان میده این نقطه سپورت است. اینجا این نقطه سپورت است. اینجا ببینید در اینجا معامله‌گرا همو بازارهای مالی، کسایی که بازار مارکت میکرها هستن، بازار جور میکنن، میسازن روندشه، اینجا چه قسم ترید میکنن؟ اینا تا اینجا را بای گرفتن، این سقف که در اینجا بود این شکستاندن. درست از بریک کردن. ولی نوب تریدرها، کسای ریتیل تریدرهای مثل ما و شما وارد این نقطه وارد بای شدن
و استاپ لاسشون هم دیجا ماندن. مارکت چی میکنه؟ استاپ لاس ها از وار میزنه، درست استاپ لاسشون زد، این کندل هم نیمه کاره مانده ایجا. مارنینگ ستار وارد یک چیز مانده ایجا، ایونینگ ستار است، مارنینگ ستار است، مثل از اینی وارد مانده ایجا. درست از ببینید این نقطه مارنینگ ستار وارد یک چیز مانده. باز ایجا کندل دیگه با یارا آمد بالا، باز گرفتن مارکت بالا بردن. اینا تا وقت ما کدام سپورت در این نقطه ها نداشته باشیم در اینجایا، یا هم اینی سپورت نگیره بازار در اینجا نیه، ما وارد معامله نمیشیم، یا باید سپورت جدید باشه یا در این سپورت باید بیاید. بریم در تایم فریم 3 ساعته. البته باید براتون بگویم، خب باید یک نقطه را باید براتون بگویم که شما کل مارکت را ترید کردن نمیتونین. هیچ وقت تمام مارکت را ترید کردن نمیتونین مگر اینکه سوینگ ترید بکنین. سوینگ ترید چی است؟ دی تریدینگ چی است؟ سکالپ تریدینگ چی است؟ اینا را هم باز من انشالله تعالی در ویدیوی بعدی براتون مکمل واضح میسازم. خب فعلا ببینین مارکت استراکچر آمد باز بالا رفته. ببینین این نقطه را متوجه باشین، گرفته بریک کرده، این رزیستنت آخری است خب که به سپورت تبدیل شده. این نقطه زرد میگم، این نقطه زرد که است رزیستنت بود سابق، مارکت آمد شکستاند بالا رفت، این تبدیل به سپورت شده. فعلا مارکت حال دیجا نامده، تا حال دیجا نرسیده، احتمال ازی هم وجود داره شاید بیایه شاید نیایه. و هم نظر به اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان است، صورت کسی چیز گفته نمیتونه. اگه مارکت یک دم بیاین مارکت میکرها یا سل بکنن شاید بیایه. دیگه در 3 ساعت هم این قسم یک وضعیت است. در 2 ساعت چی است؟ در 2 ساعت هم این قسم یک وضعیت است که دوجی است و 2-3 کندل کلان است، باز دوجی است. فعلا در اینجا فعلا من کدام تصمیم نمیگیرم، فعلا تصمیم بای و سل را نمیگیرم تا ای که اینی نقطه را به شدت ای کندل بشکنن تا ایجره بشکنن. بعد از او احتمال از ای است کندل یا سل شوه یا بای شوه. دیگه تا وقت کدام کندل پایین نیایه یا هم سپورت دیگه وجود نداشته باشه یا رزیستنت سی وجود نداشته باشه، من وارد سل نمیشم. وارد با چی زمان میشم که یک سپورت را دیجا داشته باشیم، یک سپورت قوی، یا هم دینی سپورت های پایین بیه. ما در وقت وارد بازار میشم. در 1 ساعته چی است؟ در 1 ساعته هم میبینین که وضعیت بازار این قسم است. و یک موضوع دیگر هم نگفته نباید بگذارم براتون که کل تایم فریم ها را شما استفاده نکنین در تریدینگ، فقط از روی انالایزیشن صحیح است، انالایز کنین. ولی یک قسمی نه که ما در 1 ساعته ما بای زدیم، ما در 2 ساعته بای زدیم، ما در 3 ساعته بای زدیم یا در 4 ساعته بای زدیم، یک قسم کار نکنین چون سردرگم میشه. قسم مارکت روندش قسمی نیست. کل تایم فریم ها مهم است، درست است، ولی یک تایم فریم انتخاب بکنین. مثلا 4 ساعته را انتخاب بکنین، صحیح است، 4 ساعته را انتخاب بکنین یا هم 1 ساعته را انتخاب بکنین. سپورت رزیستنت 4 ساعته و 1 ساعته را انتخاب بکنین، دو ترید بکنین. من معمولا از دیلی استفاده میکنم. کندل دیلی و اطلاع بهترین کندل است که بر من روند را نشون میده. ببینین چیز روند را که من میبینم فعلا در دیلی است. شما خوب به دقت ببینید اینجا را. چیز تایم فریم هایی را که من استفاده میکنم از دیلی است. دیگه شما از دیلی استفاده بکنین و ها انالایزیشن به این شکل صورت میگیره، درست است، با سپورت و رزیستنت ها صورت میگیره و این سپورت رزیستنت اگر دیلی باشه بهترین است بر ما، درست است. اگر سپورت رزیستنت دیلی باشه بر ما بهترین است. درباره مارکت استراکچر و همه قسم بریک آف استراکچر و چینج آف کاراکتر و این موضوعات دیگه که هست در مارکت، اینا رو انشالله تعالی در ویدیوی بعدی براتون میگم. ویدیوی بعدی از دست ندین، چینل سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی را از دست ندین. و اگر نظریات دارین در مورد ازی که چگونه انالایزینگ بکنین یا کدام موضوعی را نفهمیدین گنگ است براتون، در کامنت ها بر ما نوشته کنین، از یادتون نره تا جوابتون براتون.